این باز تکراریه ولی همینجوری شما فرمودید من یادم افتاد که بگم مطرب چرا من با تمام وجودم مطرب بازی کردم. به یه دلیل ریشش در عباس قادری بود. من داشتم تو کاخ دادگستری میرفتم دیدم عباس قادری دارن میارنش میبرن شلاق بزنه. من ایشونو میشناختم، ایشون من نمیشناختم اون موقع. کسی که یه عمر پول میریختن رو پاش، یعنی وقتی میاد رو صحنه خدا شاهده یه 2 بند از شعر هم بیرون میخوندن اینا معمولا، بعد میومدن روی صحنه، هر کی هر چی جیبش بود میریخت رو صحنه در واقع. بعد من اومدم این بچه پلیس قضایی بودم کجا دارید میبرید اینو؟ گفت دیشب تو مهمونی خونده دارن برن شلاقش بزن. من راه افتادم رفتم پیش اون کسی که مسئول مثلا شلاق زدن بود، اونم انگار مادرزاد زاییده بودم برای شلاق زدن. یعنی انقدر کلیه از کار انداخته بود این آدم. من رفتم اونجا با اون، بالاخره ما رو هم میشناختم، ما هم گاو پیشون سفید بودیم، شعبمون شعبه نامی بود چون یک قرون بالا پایین نمیشد. ما بلند شدیم رفتیم اونجا و من با اینا گفتم آقا ببینید حالا شاید به زعم شما الانیشون خلاف کرده مثلا دیشب در مهمانی خونده، ولی این آدم میدونید همین الان بیاد بیرون چقدر هواخواه داره، به حرمت این دلایی که شاد کرده، به حرمت این لحظاتی که به اصطلاح ساخته برای مردم، برای اقتضای شرایط ما این نکنید این کارو. و اونا به من گفتن خیلی ما باید حکم اجرا بکنیم، تنها کاری که میتونیم بکنیم مثلا فرض کن قرآنی این کار رو انجام بدیم. حالا لطف کردن من حالا این بخش کار قرآنی یعنی یواشتر بزن. بله دیگه، خب دیگه قرآن وقتی باشه خود به خود این زور کار. حالا گفتن اینو، ولی یه اتفاقی افتاد که من اینو همین اخیراً که به اصطلاح با آقای جیرانی به اصطلاح صحبتی داشتیم، یه همچین محفلی بود اینا، من اینو تعریف کردم، دیدم آقای قادری تلفن منو پیدا کرده زنگ زد به من. خدا شاهد اشک میریخت پشت تلفن. میگفت نمیدونی این حرفی که شما اسم منو بردی من چقدر تلفن داشتم که فلانی برو ببین پرستویی مثلا فرض کن در مورد چی گفت. گفتم آقا اینا احترام دارن، به خدا اینا قابل احترامن. شاید اگر یه موقع یه چیزی هم به زعم ما بد بوده، پس بدونیم ما بد تا کردیم که اونا اینجوری شدن. ما میتونستیم هدایت بکنیم، ما میتونستیم درست هدایت بکنیم و اینا جنایتی مرتکب نشدن واقعا. یعنی حداقل من خودم به عینه شاهد بودم اینا خیلی لحظات خوش و شاد برای همه آفریدن، ایجاد کردن در واقع. پس ما نمیتونیم در واقع خورده بگیریم به اینا که الانم که منظورم دستشون از همه جهان کوتاست. ما الان خیلی فکر میکنیم که اینا اونور دنیا خیلی خوش بهشون میگذره و خیلی زندگی خوشی رو دارن میگذرونن. مگه چقدر اونجا کنسرت میذارن؟ مگه چقدر مردم میرن به دیدن برنامه اینا؟ چجوری دارن زندگی میکنن؟ واقعا به سختی، شاید تک و توکشون مثلا اوضاع خوبی داشته باشن، ولی بقیه واقعا به سختی دارن زندگی میکنن. مطرب در واقع برای من یه جور ادای دین به این جماعت. یه صدای قدیمیم که تو گلومه، آرزوی قدیمی من آرزومه، آرزوی ترانه خوندن با لبی خندون، آرزوی قدم زدن با هم زیر بارون.